نژاد پرستی یا ریسیزم به انگلیسی و العنصریه به عربی به اعمال و اعتقاداتی اطلاق می شود که از شأن و اعتبار اشخاصی می کاهد که به نژاد یا دین یا ملیت دیگری وابستند. نیز این اصطلاح در توصیف کسانی به کار می‌رود که معتقدند تعامل با سایر انسان‌ها باید بر اساس نژاد افراد باشد و رفتار و تعامل خوب باید محدود به گروه خاصی باشد ولا غیر. بردهداری و برخورد سفیدپوستان نسبت به سیاه‌پوستان نخستین نمونه گسترده این امر است. نژاد پرستی همون تبعیض نژادی است که علیه گروهی از انسان‌ها و بر اساس ویژگی‌هایی صورت می‌گیرد که به حق یا ناحق به این انسان‌ها نسبت داده می‌شود. باورمندان به نژاد پرستی معمولاً افرادی هستند که معتقدند بر گروه یا گروه‌هایی که نسبت به آنها دیدگاه نژادی دارند برتر هستند. نژاد پرستی می‌تواند بر بسیاری از تفاوت‌های ادعایی همچون پوست، ملیت، زبان، اعتقادات، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم متکی باشد. پیدایش نژاد پرستی در ایران معاصر. در واقع اگر بخواهیم درباره روند تاریخی نژاد پرستی نسبت به ملیت‌های غیر فارس در ایران صحبت کنیم، یکی از عمده‌ترین نمودهای این پدیده همون راسism ضد عربی و ضد ترکی است که ریشه‌هایش به نهضت شعوبیه میرسد و ابوالقاسم فردوسی یکی از سردمداران آن بود. شاهنامه که مجموعی از اساطیر بیش نیست، یکی از منابع عمده تغذیه نژاد پرستی علیه عربها و ترکها در ایران معاصر است. من در اینجا با توجه به مطالعاتم در زمینه عرب ستیزی عمدتاً در این حوزه سخن خواهم گفت. در اوایل قرن پنجم هجری یا 11 میلادی جریانی در ادبیات فارسی به وجود آمد که از نهضت ضد عربی شعوبیه فراتر رفت و حتی نزد برخی شکل عرب دوستی به خود گرفت. ما این را در اشعار ناصر خسرو بلخی به خوبی میبینیم. او یک دیوان شعر به عربی دارد که در دسترس نیست، که در دست شعر توجه کنید به این شعر ناصر خسرو: بخوان هر دو دیوان من تا ببینی، یکی گشته با عنصری بحتری را، این فخر بس مرا که با هر دو زبان حکمت همی مرتب و دیوان کنم. ناصر خسرو حتی در برخی از شعرهایش آرزو می‌کرده که کاش عرب بوده است. در قرون بعدی ما به تدریج شاهد ادبیاتی عرفانی و انسانی هستیم. دیوانهای شعر سعدی و مولوی و حافظ اوج این گرایش ادبی را نشان می‌دهد. این امر تا نیمه اول قرن 19 میلادی 13 هجری ادامه داشت. این را بگویم که نخستین گرایش‌های ملی گرایانه در میان روشنفکران ایرانی با عرب ستیزی همراه بوده است، یعنی همون گرایش‌های ناسیونالیستی در واقع. البته بعدها، یعنی در دوره پهلوی، ترک ستیزی هم بخشی از این گرایش‌ها شد. به باور من علت تأخیر اینان در شمشیرکشی علیه ترک‌ها در ایران تا زمان به قدرت رسیدن رضاخان چیرگی خاندان قاجار بر حاکمیت ایران بود که به هر حال ترک بودند و سازمان نظامیشون به زبان ترکی بود و حتی در دربار به ترکی سخن میگفتند. نسل نخست ناسیونالیسم ایرانی فارس محور با دیدن تمدن غرب از عقب ماندگی خود شرمسار گردید و مفتون این تمدن شد و دشمن موهومی به نام عرب را مانع پیشرفت و ترقی ایران قلمداد کرد. این در حالی بود که در همون هنگام کشورهای عربی مستعمره عثمانی بودند و مملکت عربستان یا خوزستان کنونی با انبوهی از مردم عرب بخشی از امپراتوری قاجار یا ممالک محروسه ایران بود. دو عامل اصلی این اندیشه ناسیونالیستی
که از همون آغاز آغشته به میکروب عرب ستیزی و نجات پرستی بود، یکی مستشرقین یا خاورشناسان و دیگری پارسیان هند یا زرتشتیان هند بودند. نقش اینان که پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی به هند کوچیدند مکمل نقش خاورشناسان است که سرنیزه خشم خود را در درجه اول به سوی عربها در ایران نشانه رفتند. باستانگرایی یکی از ابعاد این تفکر است. باستانگرایان در واقع گذشته‌گرایانی هستند که ایران قبل از اسلام را اوتوپیای خود به شمار می‌آورند. باستانگرایان در گرایش‌های رمانتیک خود با سلفی‌های اسلامی تفاوت چندانی ندارند، چون سلفی‌ها نیز روزگار خلفای راشدین را اوتوپیای خود به شمار می‌آورند و برای تحقق آن می‌جنگند. از این رو هر دو گروه باستانگرایان ایرانی و سلفی‌های اسلامی گذشته‌های دور را تقدیس می‌کنند و از ایدئولوژی‌های رادیکال و حذفی در برابر تنوع دینی، سیاسی و قومی جوامعشون استفاده می‌کنند. گرچه دوران ما دوران دموکراسی و پلورالیسم است، اما این دو گروه در برابر این پدیده مقاومت می‌کنند. اندیشه های ناسیونالیسم افراطی فارس محور ناسیونالیسم افراطی فارس محور نخستین بار توسط محصلین و ماموران سیاسی که در نیمه اول قرن 19 به اروپا رفتند به ایران آورده شد. یکی از اینان شخصی به نام حسین قلی یا حسین علی آقاست. این را کنت دو گوبینو، شرقشناس و سفیر فرانسه در ایران عهد فتح علی شاه، نابرابری های نژادی و برتری به اصطلاح نژادآریایی میگوید. دو گوبینو در کتاب ادیان و فلسفه های آسیای مرکزی از حسین قلی با عنوان آزاداندیش یاد می کند. دو گوبینو در این باره می نویسد یکی از شاگردان ایرانی به نام حسین قلی یا حسین علی آقا در پاریس درس خونده و حتی در انقلاب 1848 میلادی فرانسه شرکت داشته و از تاریخ انقلاب بزرگ فرانسه و تحولات سیاسی و اجتماعی آن بهره گرفته بود. او تازیان را دشمن ایرانیان و ایران می‌دانست و ستایشگر آیین زرتشت بود. وی اعتقاد داشت که برای احیای زبان ملی باید همه لغت‌های عربی را از زبان فارسی بیرون ریخت. وی اشعاری می‌سرود که مورد پسند همفکرانش بود، به علاوه ترقی وطن و سعادت هموطنانش را در این میدید که به مذهب و عادات و رسوم و فلسفه بسیار قدیمی و اجدادی برگردند. پایان نقل قول از دو گوبینو. این را فریدون آدمیت در کتاب اندیشه های آقاخان کرمانی نقل کرده است. به نظر آخوندزاده یکی دیگر از پایه‌گذاران در واقع نجات پرستی در ایران، من روی این چند تا شخصیت تمرکز کردم چون اینها ریشه ها و بنمایه و بنیادگذاران نجات پرستی و برتری نژادی و عرب ستیزی در ایران هستند. یکی آقاخان کرمانی، یکی آخوندزاده و بعد از اونها البته هدایت و نظایرشون. بقیه در واقع شاخه‌هایی از این ساقه هستند، از این ریشه هستند. به نظر آخوندزاده نژاد عامل پیوند دهنده ناسیونالیسم است و پیوسته بر این نکته تاکید می‌ورزید که ایرانی‌ها فرزند پارسیان هستند و به قول او بر ما تعصب پارسیان فرض است. وی در کتاب مکتوبات کمال دوله از عرب‌ها با اوصاف تازیان سباع خصلت و وحشی طبیعت نام میبرد.
و در بسیاری از جاها به دین یهود هم میتازد. معذرت میخوام، این از همون آقاخان کرمانی بود، نه آخوندزاده. آخوندزاده هم میرسیم. کرمانی نژاد عامل پیوندنده ناسیونالیسم است و پیوسته بر این نکته تاکید می‌ورزید که ایرانی ها فرزند پارسیان هستند، بر ما تعصب پارسیان فرض است و از عرب ها با اوصاف تازیان صبا خصلت و وحشی طبیعت نام می‌برد و در بسیاری از جاها به دین یهود هم میتازد. به قول رضا بیگدلو مؤلف کتاب باستانگرایی در ایران، میرزا آقاخان کرمانی از نمایندگان افراطی و دعاتشه ناسیونالیسم شونیستی و باستانگرایی محسوب می شود. بیگدلو میگوید هرگاه آقاخان کرمانی درباره اعراب بحث می کند چنان احساس خشم و نفرت بر وی غالب می شود که دید علمی تاریخی خود را درباره مسائل و علل حوادث به کنار گذاشته و با خشم و نفرتی بیش از آخوندزاده بر آنان تاخته و ایرانیان را به دوری و کنار گذاشتن آداب و رسوم و آیین آنها دعوت می کند. به این سخنان راسیستی میرزا آقاخان کرمانی توجه کنید. حیف از تو و افسوس بر تو ای ایران، چی شد آن قدرت آسمانی و کجا رفت آن آیین و خوی بزرگواری؟ یک مشت تازی لخت و برهنه، وحشی و گرسنه، دزد و لاغرمیان، موشخاران بیخانمان، شدید و بیادب و خونخوار، مثل حیوان بل پستر بر آن کاروان هستی تو تاختند. این را از کتاب شارح افکار آقاخان کرمانی یعنی فریدون آدمیت آوردم. عنوان فرعی: آقاخان کرمانی هرتزل ایران. تئودور هرتزل از بنیانگذاران اندیشه صهیونیستی به شمار می رود. وی در سال 1897 در کنگره سازمان جهانی صهیونیسم در شهر بازل سوئیس از سرزمین بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین سخن گفت. وی در واقع طراح کوچاندن یهودیان از کشورهای زادگاه این فلسطین بود. همه ما از پیامدهای اشغال فلسطین و آواره کردن بومیان عربی این سرزمین آگاهیم. این تراژدی خونین با گذشت شش دهه از تأسیس دولت اسرائیل همچنان ادامه دارد. اما پیش از تئودور هرتزل این میرزا آقاخان کرمانی بود که چنین خوابی را برای مردم عرب در ایران دید. او کتابی دارد به نام رساله خرید عربستان که از عهد پهلوی به بعد مورخان ایرانی نام این کتاب را به رساله خرید خوزستان تغییر دادند. اینان که حساسیت خاصی نسبت به واژه عربستان دارند در واقع خیانت در امانت کردند، زیرا در عهد میرزا آقاخان کرمانی نام عربستان رایج بود و ذکری از خوزستان نبود. یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی که خاطرات اوست درباره رساله خرید عربستان آقاخان کرمانی چنین میگوید: آقاخان در این کتاب پیشنهاد میکند که پارسیان هند یعنی زرتشتیان هند قسمتی از زمینهای ثروتخیز خوزستان را از دولت ایران بخرند و به ایران بازگردند و سد اهواز را بسته و در کنار شط کارون شهری همانند کراچی و بمبئی دارای ثروت و سرشار از روح ایرانیت بنا سازند. این رساله به هندوستان رفته و مورد قبول پارسیان نیز قرار گرفت و در تعقیب پارسیان وارد مذاکره با دربار ایران شدند که ناصرالدین شاه زیر بار این معامله نرفت و نتیجه لازم از این کار گرفته نشد. پایان نقل قول از یحیی دولت آبادی. میبینید که برای منطقه ما، برای اقلیم عربستان ما هم قبل از هرتزل، حالا من بهش میرسم، قبل از هرتزل، قبل از این که اون بلا را سر مردم عرب فلسطین بیارن، برای ما تدارک دیده بودند. در واقع سه عامل باعث شد تا اهل سیاست اندیشه
در تهران از دوره ناصرالدین شاه به بعد برنامه‌های متعددی را برای محو وجود مردم عرب در عربستان ایران تدارک ببینند که در سال 1925 با برانداختن حاکمیت ملی عرب‌ها بر سرزمین آبا و اجدادیشان به اوج خود رسید. این سه عامل عبارتند از: 1. نفت و ثروت‌های طبیعی، 2. نژادگرایی، 3. حاکمیت کاملا خودمختار عرب‌ها بر اقلیمشان. کسانی که با تاریخ صهیونیسم آشنایی دارند می‌دانند که یکی از شیوه‌های هرتزل و هم فکرانش برای آواره کردن عرب‌های فلسطین و جایگزین کردن آنان با مهاجران یهودی از اروپا پیشنهاد خرید فلسطین از سلطانحمید سلطان آن هنگام عثمانی بود و البته سلطان عبدالحمید زیر بار طرح صهیونیست ها نرفت. در اینجا میبینیم که آقاخان کرمانی 10-20 سال قبل از تئودور هرتزل مسئله خرید عربستان یا خوزستان را مطرح کرده بود و با توجه به اینکه آقاخان کرمانی در استانبول میزیست، بعید نیست که هرتزل طرح خود را برای تأسیس اسرائیل از آقاخان کرمانی گرفته باشد. میدانیم که فریدون آدمیت لیبرال ناسیونالیست و باقر مؤمنی مارکسیست شارحان اصلی اندیشه های آقاخان کرمانی و فتح علی آخوندزاده هستند که با ستایش از اینان خواسته یا ناخواسته به سود توتالیتاریزم قومی قلم زدند. این دو یعنی آدمیت و مومنی بدون انتقاد از جنبه‌های فاشیستی اندیشه های آقاخان کرمانی، فتح علی آخوندزاده و جلال الدین میرزا نقش بارزی در ترویج اندیشه های عرب ستیز و نژادگرایانه آنان داشتند. نسل من دست کم این را به خاطر دارد. طرح فاشیستی و ضد انسانی خرید عربستان آقاخان کرمانی که هموطنان عرب من را هدف قرار داده بود، گرچه ظاهرا در دوره ناصرالدین شاه اجرا نشد، اما با گسترش افکار تند ناسیونالیستی فارس محور در ایران به تدریج زمینه‌های لازم را پیدا کرد و بخشی از آن در اوایل دوره رضاشاه پهلوی به اجرا درآمد. در سال 1304 شمسی و دقیقاً پس از سرنگونی شیخ خزل، آخرین فرمانروای عرب اقلیم عربستان یا خوزستان کنونی، شماری از سرمایه‌داران و زمینخواران زرتشتی از شهر یزد و از پارسیان هند طرح میرزا آقاخان کرمانی را به شاه یادآور شدند. اردشیر جی، عامل درجه اول انگلیس در ایران آن زمان، واسطه این کار بود. وی از پارسیان هند اردشیر جی در واقع از پارسیان هند یعنی از زرتشتیان هند و معرف رضاخان به سفارت انگلیس در تهران برای انجام کودتا علیه خاندان قاجار بود. از این رو رضاشاه سلطنت خود را مدیون اردشیر جی می‌دانست. ضمناً اردشیر جی پدر شاپور جی عامل اصلی کودتای 28 مرداد 32 است. این سرمایه‌داران و زمینخواران زرتشتی غیربومی پس از توافق با رضاشاه زمین‌های مرغوب زراعی کشاورزان عرب در کرانه باختری رود کارون در شهر اهواز را به ثمن بخس خریدند. این منطقه که سید عباس نام داشت در روزگار محمد رضا پهلوی کیان پارس نام گرفت که اکنون از گرانترین و شیکترین محله‌های شهر اهواز به شمار می‌رود. تا 3-4 سال پیش هنوز میان شهرداری شرکت‌های زرتشتی مالکی این زمین‌ها که اغلب به مستغلات بدل شدند اختلاف وجود داشت و البته در مورد توسعه بلوار ساحلی شط کارون یا مسائلی از این دست. اگر به مطبوعات زمان رضاشاه رجوع کنید،
میبینید که گرایش های نژادی و آریاپرستی نه تنها نزد این شاه بی سواد خودکامه بلکه در میان مخالفان وی نظیر تقی ارانی ناسیونالیست که بعدها مارکسیست شد، صادق هدایت ناسیونالیست و بزرگ علوی مارکسیست هم دیده میشد. من عکس هایی دیدم که سایبان های مغازه های تهران را منقش به صلیب شکسته هیتلری نشان میدهد در دوره رضا شاه. در واقع جز مردمان غیر فارس و اقلیتی از جامعه فارس زبان، دیگران با این افکار فاشیستی همراهی و همدلی نشان میدادند. در دوره آزادی احزاب هم شاهد رشد احزاب نژادگرایی مثل سمکا، پانیرانیز و ملت ایران و نظایر آن بودیم. برخی از اینها مثل حزب پانیرانیز از دوران شاه تا کنون با پشتیبانی هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی پاسدار نظام آپارتایدند و برای رویارویی و مبارزه با مردم عرب در شهرهای عمده اقلیم عربستان ایران فعالند. همکنون اینان را در آب و نمک خواباندند تا در روز مبادا به جان مردم عرب بیاندازند، درست شبیه همون کاری که در دهه 50 میلادی با احزاب چپ در ایران کردند. البته ظاهرا اینها یعنی پانیرانیستا سعی میکنند در آذربایجان هم فعال باشند. ساختن شهرک‌های یزدنو و اصفهان‌نو در منطقه هویزه در دوره محمد رضا پهلوی و کوچاندن یزدی‌ها و اصفهانی‌ها ادامه همون طرح خرید عربستان آقاخان کرمانی است. البته این دو شهرک پس از انقلاب بهمن 57 توسط بومیان عرب دوباره به صاحبان اصلیشون بازگردانده شدند. اما جمهوری اسلامی ایران دست رضا شاه و محمد رضا شاه را در اجرای این گونه ایده های ضد عربی از پشت بسته است. این رژیم 500,000 از زمین های کشاورزی دو سوی رودخانه کارون از شهر شوشتر تا شهر محمره یا خرمشهر را با زور از دست صاحبان اصلیش یعنی روستایان عرب گرفته است. این طرح توسعه نیشکر کارون نام دارد که در دوران شاه طراحی شده و در دوران جمهوری اسلامی توسط هاشمی رفسنجانی احیا شد و به رغم زیاندهی اقتصادیش با اصرار ایشان در دوره ریاست جمهوریش به عنوان یک طرح سیاسی، تأکید میکنم به عنوان یک طرح سیاسی اجرا شد که با خانه خرابی هزاران روستایی عرب انجامید، چون همه اینها را از این زمین ها بیرون کردند. به اینها اضافه کنید غصب هزاران هکتار از زمین های روستایان عرب در دشت جفر میان هویزه و محمره یا خرمشهر توسط شرکت های رزمندگان وابسته به سپاه و بسیج غیر بومی و نیز زمین های روستایان عرب در شمال شهر شوش و اعطای آن به افراد غیر بومی. همین روی 2 دهه گذشته همین روستایان عرب که از زمین هاشون کنده شدند در 2 دهه گذشته ساکن حلبی آبادهای اطراف شهرهای اهواز، عبادان و معشور یا همون ماشر شدند. محله های فقیر و عرب نشین لشکرآباد و رفیش‌آباد و گامیش‌آباد و کوت عبدالله و حسیرآباد و زویه و زرگان و دقاقله و سید خلف، ملاشیه و شیلنگ‌آباد و چندین فقرآباد دیگر در شهر اهواز یعنی 6مین کلان شهر کشور نشانگر سیاست‌های اقتصادی و توسعه فرهنگی مبتنی بر تبعیض نژادی رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی است. اکثریت تنگدست عرب مانند حلقه‌ای مرکز ثروتمند غیربومی شهرها را محاصر. این کمربند فقر عربی یادآور حلبی آبادهای سیاه‌پوستان در شهرهای بزرگ رودزیا، زیمبابوی فعلی و آفریقای جنوبی در دوران حاکمیت رژیم‌های آپارتاید
در آن کشور هاست. بی خودی نیست که عکاس خبرگزاری مهر در سال گذشته گزارش تصویری خود را این گونه نام نهاده است: اینجا آفریقا نیست، اهواز است. حال اگر اعدام و کشتار حدود 1000 نفر از مردم عرب طی 33 سال پس از انقلاب و تبعیض‌های زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بر این سیاهه بیفزاییم، ابعاد این آپارتاید دوچندان می شود. اما اندیشه ورزان و سیاست گزاران جمهوری اسلامی ایران نیز میراثدار اندیشه های ضد عربی آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، محمود افشار، صادق هدایت، عبدالحسین زرینکوب، مهدی افغان ثالث و دیگر عرب ستیزان و نجات پرستانند. به نظر من هر نویسنده یا حتی اگر یک واژه علیه عرب ها مطلب نوشته باشد، گلوله ای را به قلب هموطن عرب خود شلیک کرده است و به نوعی شریک جرم جنایت هایی است که دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی طی این 86 سال علیه مردم عرب روا داشتند. بیگمان آقاخان کرمانی را میتوان پدر عرب ستیزان و فاشیست های فارس محور تلقی کرد. اختلاف سردمداران جمهوری اسلامی با اینان و نیز با احزاب ناسیونالیست افراطی به سبب عقاید ضد اسلامیشان است، وگرنه مخالفتی با اندیشه های ضد عربیشان ندارند، زیرا جمهوری اسلامی همون ایده ها را طابق النعل علیه مردم عرب در ایران اجرا می کند. فراموش نکنیم که بانیان مجله های کاوه و ایران شهر در آلمان در دهه 20 و 30 میلادی نقش مهمی در ترویج اندیشه های فاشیستی و طرح ایران تک زبان و تک ملیتی بازی کردند. کمک های حزب نازی آلمان به اینان که زیر پوشش میهن‌پرستی و تجددخواهی فعالیت میکردند بر هیچ کس پوشیده نیست. از دیدگاه سردمداران این دو نشریه گویی تجدد و میهن‌پرستی باید زبان و فرهنگ و تاریخ بیش از نیمی از مردم ایران تحقق یابد. آنچه اکنون درو میکنید پیامد آن افراطگری هاست. همون گونه که میبینید اندیشه ورزی راسیستی نسل اول و دوم اهل فکر و قلم در ایران باعث گردید تا اغلب روشنفکران فارس تحت تأثیر این گونه اندیشه ها قرار گیرند. طبق گفته پژوهشگرانی چون رضا بیگدلو و ماشاءالله آجودانی از میان اهل قلم ایران، صادق هدایت بیشترین تأثیر را از اندیشه های فاشیستی و ضد عربی میرزا آقاخان کرمانی گرفته است. این همون نویسنده است که پیشگام مدرنیسم ادبی، منظورم هدایت است، هدایت همون نویسنده است که پیشگام مدرنیسم ادبی در ایران قلمداد می شود و بسیاری از نویسندگان زیر تأثیر اندیشه و سبک ادبی وی قرار گرفتند. شارحان افکار ایشان جز ستایش اندیشه هایش کمترین اشاره‌ای به اندیشه های راسیستی و ضد عربیش نمی کنند، بلکه گاهی با این افکار همراهی نشان می دهند. البته در چند سال اخیر یکی دو مورد استثنایی پیدا شد که به نقد آثار نجات پرستانش پرداختند و ما این را به فال نیک میگیریم، اما هنوز با آنچه که باید انجام گیرد فرسنگ ها فاصله داریم. واقعیت این است که با این میراث سنگین نجات پرستی، ترک ستیزی و عرب ستیزی نمیتوان با آینده دموکراسی در ایران امیدوار بود. اگر این میراث سیاه نقد نشود و ریشه های راسیست در این مملکت ریشه کن نشود، آینده سیاهی در انتظار ایران خواهد بود. روانشناسی اجتماعی پدیده نجات پرستی. نجات پرستی در ایران به دو شکل آشکار و پنهان نمود می‌یابد. شکل آشکارش را در آثار مکتوب و در رسانه‌های فارسی زبان می‌خوانیم و می‌شنویم. نمود آن را همکنون در اغلب کتاب‌ها، تلویزیون‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌ها و سایر رسانه‌های گروهی در داخل خارج می‌بینیم. نجات پرستی پنهان
به اون گونه تا رفتار نجات پرستانه میگوییم که شخص فاعل بدون اینکه خود بداند مرتکب فکر یا کنش نجات پرستانه می شود و این ناشی از رسوبات ذهنی است که گاه در ناخودآگاه شخص جای می گیرند. علی‌رغم این که حتی این شخص ممکن است ظاهرا مخالف نجات پرستی هم باشد. من در تجربه شخصیم جنبه عرب ستیزی و ترک ستیزی این رفتار راسیستی را هم به شکل آشکار و هم به شکل پنهانش نزد بسیاری از روشنفکران ملیت غالب دیدم. اینان فکر میکنند مقاله‌ای به عرب ها دشنام میدهند یا تحقیرشان میکنند یا علیه ترک ها جوک میگویند یک کار عادی انجام میدهند. البته شماری از آنان بر اثر سخنان یا آثار ضد نژادگرایی دچار نوعی آشنایی زدایی میشوند و یا در واقع تلنگری با آنان زده میشود. مسئله به این محدود نمی شود و گفتمان فاشیستی عرب ستیز، ترک ستیز و دیگر ستیز که توسط آقاخان کرمانی ها، آخونزاده ها، رضاخان ها، محمود افشار ها، هدایت ها، پور داوود ها، زرینکوب ها و دیگر هم پالگی هایشون پای ریزی شد طی 150 سال گذشته در میان نویسندگان و شاعران و سیاسران نسل های بعد جذب شد و به تدریج شکل توده‌ای به خود گرفت. ما این را به ویژه در میان لایه های طبقه متوسط جامعه فارزبان برجسته تر می‌بینیم و این سخن درستی است که میگویند عرب ستیزی در میان روشنفکران ایرانی یا ناشی از اسلام ستیزی روشنفکران سکولار یا برخواسته از سنی ستیزی روشنفکران مذهبی است. عرب ستیزی که از شهرها و میان برخی از لایه‌های اجتماعی شدیدتر است. من این را از تجربه شخصیم حاصل کردم. اصولا این پدیده یعنی عرب ستیزی، این پدیده نجات پرستانه در استانها و شهرهای غیر فارس یا وجود ندارد یا بسیار اندک است، اما من این پدیده را در شهر همدان شدیدتر یافتم. پس از آن تهران و اصفهان و کرمان قرار می گیرند. اما همه اینها در یک سو و عرب ستیزی در میان لایه‌هایی از اقلیت غیر عرب مقواز و عبادان و مشهور و دیگر شهرهای استان عربستان در سوی دیگر است. در راسism در اینجا یعنی در این استان شکلی ملموس دارد، یعنی بومیان عرب در اتوبوس، مدرسه، اداره، تاکسی، هتل، بیمارستان، شرکت نفت، دادگاه، زندان و در هر جای دیگری که با اقلیت غیر عرب تماس دارند معمولاً با آنان استکاک پیدا می کنند و این ناشی از رفتار برتری جویانه و تحقیرآمیز اقلیت غیر عرب با عرب‌های بومی است که به هر حال حافظه تاریخیشون هنوز حاکمیت مستقل برخی از حاکمان آل مشعشع و شیخ سلمان کعبی و حاکمیت کاملا خودمختار شیخ خزر را فراموش نکرده است. حاکمان ایران با تدریس و ترویج آن و تاریخ ملت غالب خلق عرب را از زبان و فرهنگش محروم کردند و این خلق را از گذشته و از تاریخ ادبیاتش قطع کردند. چیزی که این تراژدی را غیر قابل تحمل می سازد غارت ثروت نفتی و غیر نفتی اقلیم عربستان و تحمیل ادبیاتی سرشار از خود برتربینی و نفرت از قوم عرب است. در دوران شاه برای عرب زدایی از این اقلیم اساساً عرب نشین شهرک های فارس نشین چون یزد نو و اصفهان نو می ساختند و اکنون اسلامگرایان آریایی پرست شهرک های شیرین شهر و رامین شهر را سازند تا هرچه بیشتر بافت جمعیت را به زیان مردم عرب تغییر دهند.
پس از تغییر نام استان و شهرها و اغلب روستاها از عربی به فارسی، اکنون در نامگذاری از نام‌های استفاده می‌کنند که مردم عرب نسبت به آنها حساسیت دارند، مثل خیابان پورداود، شخصیت ضد عرب دوره رضاشاه در کوی انقلاب اهواز و شهرک زردشت در شمال غرب شهر اهواز. اینا نمونه‌های کوچیکی هستند که من ذکر کردم. جالب اون که شیرین شهر و شهرک رامین را شرکت کیسون می سازد. مدیر عامل این شرکت مهندس انصاری فرزند محمد کاظم انصاری است که زمانی مترجم کتاب‌های مارکسیستی بود. هم نسلان ما احتمالاً این نام را به خاطر دارند. حاکمیت تهران اکنون با بی‌توجهی نسبت به طوفان‌های شن مستمر در اهواز و شهرهای تابعه و با استفاده از ابزارهایی چون ساختن سدهای فراوان بر روی شط کارون و خشکاندن آن و نیز سدسازی بیش از اندازه بر روی شط کرخه برای خشکاندن باطلاق هورالعظیم، نوعی از گفتمان راسیستی را در عرصه محیط زیستی به اجرا در می‌آورند. مردم عرب حس می کنند که طی 80 سال گذشته از اوج عزت به حضیض ذلت افتادند و به غریبه هایی در وطن و سرزمین آبا و اجدادیشان بدل شدند. این احساس که با ترس از حاکمیت بیرحم دارای کینه های نژادی همراه است، به کینه‌ای بدل شده که اگر راه خروج مناسبی برای این احساسات پیدا نشود می تواند پیامدهای ویرانگری داشته باشد. نتیجه گیری. در پایان پیشنهاداتی دارم که به سمع دوستان میرسانم. شماری از هموطنان عرب شما نهادی به نام کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی تشکیل دادند که هدفش از نامش پیداست. از دیگر خلق‌های ایران به ویژه هموطنان ترک آذربایجانی که بیش از دیگران از این پدیده شوم رنج میبرند، میخواهم که دست بالا بزنند و به این عرصه بپیوندند، نهاد خاص خود را علیه نژاد پرستی تشکیل دهند و حتی میتوان نوعی نهادهای هماهنگ تشکیل داد. در حقیقت جای ما در کنگره جهانی مبارزه با نژاد پرستی دربان خالی است که قرار است 10مین سالگردش در 22 سپتامبر امسال در نیویورک برگزار شود. نیز می‌دانیم در اغلب کشورهای غربی به ویژه و انگلستان قوانین خاصی علیه نژاد پرستی وجود دارد که آن را منع می‌کند. بسیاری از رسانه‌های فارسی، اهم از تلویزیون‌ها و سایت‌ها و نیز کتاب‌های حاوی اندیشه‌های نژاد پرستانه از نوعی که ذکرش رفت و نیز مبلغ برتری جویی آریایی و عرب ستیزی و ترک ستیزی هستند که با استناد به قوانین این کشورها اعمال مجرمانه و نژاد پرستانه به شمار می‌روند و قابل تعقیبند. باید آستین بالا بزنیم و با کمک یکدیگر عملاً به مبارزه با این گفتمان فاشیستی برخیزیم. با توجه به گسترش احساسات ناسیونالیستی و نژادگرایانه در میان افراد جامعه فارس‌زبان و با توجه به واکنش ملیت‌های تحت ستم، آینده ایران چندان روشن نیست. به گمان من بدون حل مسئله عرب ستیزی در جامعه ایران نمیتوان به برقراری دموکراسی واقعی در ایران امیدوار بود. در واقع حل این معضل مقدمه و لیدواژه حل مقوله‌های ترک ستیزی و دیگر ستیزی در ایران است، اما حل این مسئله نیاز به پذیرش وجود چنین مشکلی از جانب روشنفکران و اپوزیسیون دارد. با تشکر از دوستانی که صحبت‌های من را شنیدند، میکروفون را میدم به آدمین.